خب آقا خوش اومدید به این ویدیو. بچه اومدم با گیم Getting Over It. گیمی که یوتیوبرها توش زجه میزنن ولی من با آرامش ببین با طمأنینه این بازی رو میبرم. و راز کار چیه؟ راز کار رو بهتون بگم. قبل از هر چیزی که بهتون بگم باید اینوری حرکت کنید اصلا. عجیبه. خب نه آقا دور از شوخی. آقا وی کیف کردی؟ یه ثانیه هم نشد. بفرما. و همین سادگی اینجا رو مثل آب خوردن رد میکنیم و میرسیم به تازه داستانه. ببین عذاب اصلی اینجا بعد شروع میشه آجی. خب داداش پارو رو بگیر. این بیا اینجا. ببین این سنگر رو بگیر. برو بالا. آها پارو بیا اینجا. یه ذره ورزش کن. 1 2 1 2 یوپس. حاجی خیلی خوب اومدم. خیلی خودم انتظار نداشتم. مثلا ریدم. حاجی اونا رو دیدید اسپید ران میکنن این گیمو؟ چجوری؟ سهر مار. ببین اینجا باید اینو بگیرم. خب بیا اینو بگیر. یکی این تقا میندازی. حاجی تقه رو عشق کردید؟ تو رو قرآن نیافت پایین. فقط آبش هم هی داره چیز یعنی هی داره عرق میکنه. ببین بیا یه شرطی بذاریم. تو برسون بالا من بهت میدم جایزه. نمیتونی لهش کنی؟ لهش کن داداش. چرا سفته؟ یه لحظه خودتو نکش بالا. اینو له کن. بابا وای حاجی پرت شد. حاجی کجا رفت؟ اینو تو برو بالا. اون بالا من یه دختر مثلا جور میکنم. خوبه؟ از این دیگ بالاخره میتونی در بیای. دیگ واقعی رو بهمون نشون چیز یعنی دیگ واقعی رو بهمون نشون بدی. اوکی. آهنگ داری میخونی واسه من؟ نمیفهم. داره واسه من آهنگ میخونه واقعا. آها مرسی. این چکاشت به جای برخورد نکنه. خیلی آروم بیارش. بذارش این گوشه. حالا برو بالا یه ذره. ببین اینجا قلقش دستمه. یه ذره میری بالا یه تقه میزنی به این بر. ببین بفرما. حالا اینو باید بیا یه جوری تنظیم کنی که این دیگت وایسا. بیاد اینجا وایسا. بعد اینو میندازی این گوشه خودو هول میدی. ببین خدایی تا اینجاشو خوب اومدم. تا اینجاشو خوب بیفتم ویدیو تمومه. از این بعد هر کی ببینم تو کار دیگ یا پوت باشه، مثلا فروشنده دیگ یا فروشنده پوت کی مثلا هر تولید کننده باشه، هر چی باشه دهنشو سرویس میکنم. ببینم اونی که این پوت رو داد دست تو، اونی که این دیگو داد دست تو، از قبل میکشمش بیرون. همین طرفو بگو. یا خیلی مسالمت آمیز اینو بریم بالا. خب سر نخور احمق. سر نخور. ببین تو باید پرسینت رو بیشتر کنی. خب اونجوری زورت بیشتر میشه. حاجی پودکشو نگاه میکنه. برو دیگه. کلت گیر کرده بابا کلم گیر کرده میگم. پودکی ضربه میزنه. هیچ کس نمیتونه با پودک هول بده خودشو. دیگه خیلی داشمون قویه. کنم اینقدر قوی شده مثلا دیگه گفته زندگی واسم لذت نداره. بذار خودم بکنم تو دیگ. بعد با پودک خودم هول بدم. بعد این مریضی مثل سوارو به منو پلی بده. ملت هم بهش بخندن. اونم ویو بگیره. برو. همینو برو. همینو وایسا. اوکی. ببین یه استراحت ریز میکنیم. یه ذره با پودکمون بازی میکنیم. 1 2 1 2 1 2 3. اینو یه ذره میری بالا. بعد سری اینو میگیری. سری اینو که گرفتی یه ذره باش میری بالا. یه ذره باش میری بالا. خودتو هول نمیدی احمق. آقا این گوشه گیر کردی. خوبه بیا نمیخواد زیاد بریم اونور. تو رو قرآن. میری بالا. خودتو هول نمیدی. ببین وای نه. همینجا وایسا. همینجا وایسا. بیا برو این رو. برو. ایزی. بابا بنازم. پرو پلیر کی بودم من؟ وای نیفت پایین لحظه. اینقدر آبت میپاشه. اوکی برو. وای
وای من مادر این